آموزگار لطوکوب شده را باز جریمه کردند. دادگاه ناحیه نورآباد مهم جان رحمانوف آموزگار لطوکوب شده را 20 نشان دهنده برای حسابها برابر به 1560 تومان جریمه کرده است. حکم بیگاه سوم این صادر شده دادگاه این آموزگار را در اجرا نکردن عهدهداری در مورد تعلیم و تربیت کودک گناهکار کرده است. به اطلاع یک منبع آگاه، آموزگار در دادگاه سخن دغل گفتن به یک خواننده را قبول کرده است، اما گفته است از بالای حکم شکایت میبرد. منبع رادیو آزادی در دادگاه نورآباد گفت میرعلی آرزویف، کسی که آموزگار را لطوکوب کرده بود و 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است، دادگاه او را در میده اوباشی گناهکار دانست. به اطلاع منبع آگاه رادیوی آزادی، آرزویف در دادگاه گفته است آموزگار را تنها یک شباتی زده است. آموزگار مهم جان رحمانوف هم به حکم نسبت خودش صادر شده و هم به حکم میرعلی آرزویف ناراضگی کرده گفته است از بالای آن شکایت میبرد. مهم جان رحمانوف پیشتر به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که روز 8 می برادر یک خواننده او را زده است. میرعلی آرزویف پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود آموزگار را نزده است، بلکه تنها صحبت کردند.